سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. اما این دفعه چی داریم واسهتون؟ این دفعه میخوایم تریلر یه بازی بسیار جدید رو با هم بررسی کنیم. تریلر چی حالا؟ یه بازی که خیلی منتظرشیم، کال آف دیوتی مدرن وارفار 4. حالا این کال آف دیوتی مدرن وارفار 4 جدیده دیگه، مال سال 2026 امسال قراره بیاد و تریلر جدید دادم بیرون ازش که خیلی اتفاقی عجیبی توش داره میفته که من سه چیزا قبلا که میخواستیم بازی بیاد تریلرش قبل از اینکه بیاد یه سری در مورد شنیده بودم که مثلا بین جنگ کره جنوبی و کره شمالیه و اینا، ولی الان میخوایم ببینیم این بازی واقعا تریلرش چیه. من خودم خیلی هیجان دارم، بذار ببینیم چه خبره. خب 10 mics, then your asses better be in formation north of the stadium. Orders are anytime, any place. Sergeant J, keep your scouts in line. او اینجا کره است، نمیدونم کدوم کره است، ولی یا کره جنوبی یا شمالی بیشتر از Can we make a pit stop at the Komate? The new guy is low on rations. کره جنوبیه. پرچمشون چیز بود، پرچم روی لباس اینا مال کره جنوبیه. Make it fast, guys. Who's that, a K-pop star? The new supreme leader of North Korea. لیدر جدید کره شمالیه، اونی که تو تلویزیون داره نشون میده. Shit, I mean, that dude looks younger than I am. You guys heard that? چی شد؟ این ادامه داستان مدرن وارفار 3. خوب بعد آخر مدرن وارفار 3 صبح کشته شد، بنده خدا صبح کشته شد. حالا میخوایم ببینیم الان وضع جناب آقای پرایس و گوست گز اینا چی شد. 작전 개시 여신 종료. این یارو دیدین اینجا؟ یه یارو اینجا بود، نکن. این شبیه نیروی ماکارو، یعنی لهجهش هم دقت کنی روسی داره توش، یعنی مثلا فکر کنم داره کره‌ای حرف میزنه ولی ته لهجه روسیه‌ای داره. فکر میکنم این نیروی ماکاروه، چون توی مدرن وارفار 3 نیروی ماکارو این شکلی بودن، یه قرمز رنگ. 작전 개시 여신 종료. You're still a wanted man. Yeah, I know. What did you do? Well, I had to. We make our own rules. آجی چه ریشی داره آورده این پرایس. قبلا هم مدرن وارفار قبلی هم ریش داشت، ولی الان تا اینجاست. این کیه؟ Of engagement now. You are moving a weapon of war. The kind we deny exists. شادو کامپنی بود، ولی من فکر کنم شادو کامپنی بود. نکن The kind we deny. تصویرشون هم میارن اینجا میذارم تصویرشونو، شادو کامپنی لوگوشونو میذارم لوگوشونو. این شادو کامپنی Exists. این شادو کامپنی بود. You do what you need to. Because you know I will. 배반자를 찾아내라. 이 마을을 불태워서라도. 수류탄 투척! Let's go! We are not ready. We could all die tonight. We don't
don't even get a choice. You broke a lot of rules, Price. No more rules. بینجا You get a choice. You broke a lot of rules, Price. میگه تو قانونا رو شکستی پرایس. چی کرده پرایس؟ حاجی گوست شبیه چیز شده، شبیه مدرن وارفارهای قدیمی شده، اونایی که سال 2009 و 2011 اومد. البته 2011 3 اومد، 3ش نبود. اونی که تو مدرن وارفار 2 قدیمی، این شبیه اونه الان گوست. میشه تو قانونا رو شکستی پرایس، و واقعا نمیدونم پرایس چی کار کرده الان توی مدرن وارفار. No more اینا با هم میجنگن. نمیشه rules. میگه قانون دیگه نیست. من درست نمیدونم میگم اینا، ولی میگه قانونی نیستش. و از این عجیب‌تر اینی که اینا میخوان من بجنگن، دوتاشون نایف دستشونه و پشمام ریخته. پشمام حاجی خیلی عجیب بود. چیش عجیب بود؟ حالا اینکه گوست و پرایس دارن میخوان بازم هم بجنگن، یعنی این 2 نفر که جز متحدای تسک فورس 141 بودن، من نمیدونم پرایس اون موقع چیکار کرده بوده. پس و فکر کنم این بازی هم مثلا چه جنگ کره است، یعنی مثلا حالا زمانی داره این اتفاق میفته که بین کره دو کره جنگ. و یه چیز دیگه هم عجیبه اینکه ماکاروف کجا بود. دقیقاً چیز عجیب بود. شادو کمپانی هم بود توش دیگه زیاد. یه زنی هم آشنا بود، خیلی هم چیز عجیبی داشت توی تریلر. و این بازی فکر کنم ماه اکتبر میاد، اواخر ماه مهر قراره بیاد. نمیدونم اواخر ماه مهر قراره بیاد یا آبان میاد یا مهر، که ما اون موقع دیگه مدرسه همون دوباره باز شده و دیگه اصلا وقت بازی نداریم. ولی که یه چیزی عجیب بود که وقتی الان قراره بیاد مدرسه باز میشه، ما که نمیتونیم بازی کنیم. اکتبر هم قراره بیاد. من تا موقع چجوری میتونم تحمل کنم؟ یعنی این بازی خیلی هیجان انگیزه و چجوری ما میخوایم تحمل کنیم تا موقع. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت یادتون نره، حتما لایک و کامنت رو بزنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.